أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب جواز البكاء على الميت بغیر ندب ولا نیاحه، یعنی که باب در مسئله جایز بودن گریه کردن بر بالای مرده. یک انسان را یک نزدیکش میگذرد، وفات میکند، در بالای اون گریه کردن یا برای اون میت گریه کردن جایز است بغیر ندب ولا نیاحه، اما این گریه کردن باید با مرثیه خوانی نباشد و همچنین با نیاحت نباشد، با داد و فریاد و ناراضگی بیان کردن نباشد، فقط یک گریه از دلسوزی باشد. این جایز است و درست است. امام نووی رحمه الله در این باب برای ما معلومات تقدیم میکند. اولا میگوید اما النیاحة فحرام، اما میگه نیاحت یعنی داد و فریاد کردن و ناراضگی بیان کردن و دعای بد در حق خود انسان کردن، این میگه بد، این حرام است. فحرام، نیاحت حرام است. و سیأتی فیها باب فی کتاب نهی ان شاء الله تعالی، میگه در این باره باب میاریم در کتاب نهی اگر الله خواسته باشد. یعنی در پیش باز کتاب داریم با نام کتاب نهی، در اون کتاب میگه در مسئله حرام بودن نیاحت دلائل تقدیم خواهیم کرد. و اما البکاء فجاءت احادیث بالنهی عنه، اما میگه گریه کردن، پس میگه در این باره حدیثای برای نهی آمدگی است، حدیثای نهی کردگی است گریه کردن رو. و ان المیت یعذب ببکاء اهله، و هر آینه میگه میت مرده عذاب داده میشود به سبب گریه کردن اهلش. وقتی خانواده میت برای میت گریه میکنن، میت در عذاب میشود. میگه وحیه، اما این حدیث ها میگه متأولتون و محمولتون علی من اوصا به، یعنی که توجیه داده شدگی از این حدیث و حمل شدگی است این حدیث برای کسانی که وصیت میکنند به گریه کردن. یعنی که اگر بر بالای میت گریه بکنن میت عذاب میشود، کدام میت؟ همون میتی که وصیت میکند خانواده اش را که بعد مردن من شما گریه کنید، یعنی وصیت میکنه که بالای مرده من شما آباد بکنید، در بالای مرده من شما گریه بکنید، با آواز بلند گریه بکنید، داد و فیغان بکنید. وقتی که میت پیش از وفاتش، پیش از مردنش این وصیت را کردگی باشد، پس میگه این میت عذاب میشود به سبب گریه کردن اهلش در بالایش که وصیت خودش بود. و النهی انما هو عن البکاء الذي فيه ندب او نیاحة، میگه نهی درباره گریه کردنی که در اون ندب و نیاحه باشد، یعنی مرثیه خوانی باشد و نیاحت باشد، داد و فریاد کردن باشد، این نمود گریه کردن میگه نهی شدگی است. و الدلیل على جواز البكاء بغیر ندب ولا نیاحة احادیث کثیرة منها، اما میگه دلیل درباره جایز بودن گریه کردن بدون مرثیه خوانی و بدون داد و فریاد و ناراضگی بیان کردن احادیث کثیرتون، حدیثای بسیار هست. میگه فی منها، بعضی از همون حدیث ها، اکنون چند حدیث را امام نووی رحمه الله برامان تقدیم و پیشنهاد میکند. اولین حدیث این باب و حدیث 924 کتاب ریاض الصالحین، حدیث 924 امام نووی رحمه الله میگوید عن ابن عمر رضی الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضی الله عنهم. میگوید که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم عاد سعد بن عبادته، یعنی که به عیادت سعد بن عباده رفت. سعد بن عباده را خبرگیری رفت در حالت بیماریش. و معه عبدالرحمن بن عوف، و همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن بن عوف بود و سعد بن ابی وقاص بود و عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم بود. همه اینها یک جا به خبرگیری سعد بن عباده رفتن. میگم فبکى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گریه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلی الله علیه و سلم بکوا، پس زمانی که میگم دیدن این گروهی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته بودن، یا اون کسانی که در نزد سعد ابن عباده بودن، یعنی قوم گروه، میگه گریه کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدن، گریه کردن، اونها هم گریه کردن. وقتی رسول الله گریه کرد، فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الا تسمعون، آیا نمیشنوید؟ ان الله لا يعذب بدمع العين، یا میتونه بگیم الا تسمعون، آیا نشنیدید؟ ان الله لا يعذب بدمع العين، هر آینه الله سبحانه و تعالی عذاب نمی کند به سبب اشکی که از چشم جاری می شود. الله سبحانه و تعالی عذاب نمی کند به سبب اشکی که از چشم جاری می شود. ولا بحزن القلب، و همچنین الله سبحانه و تعالی عذاب نمی کند با غم دل وقتی غمگین می شود، به سبب غمگین شدن دلم الله سبحانه و تعالی همچنین عذاب نمی کند. میگه ولکن یعذب بهذا او یرحم، ولیکن الله سبحانه و تعالی عذاب میکند به سبب این، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و اشار الی لسانه، اشاره به زبانش کرد. گفت الله سبحانه و تعالی به سبب این، یعنی به سبب زبان عذاب میکند، او یرحم، یا رحم میکند بالای بنده. یعنی چی؟ یعنی که آبی چشم بیاید بدون آنه که این زبان مرثیه خوانی بکند، ناراضگی بیان بکند، بدونی که این زبان داد و فریاد را پیشه بکند، الله سبحانه و تعالی برای اون آب چشم و برای اون دلی غمگینی عذاب نمی کند. اما اگر که آب چشم و غمی دل و دل در غمی و این زبان در بیان کردن ناراضگی و مرثیه خوانی و داد و فریاد کردن باشد، در این صورت عذاب کرده می شود. او یرحم، پیغمبر صلی الله علیه و آله یا رحم میکند. یعنی شما زباناتون راه بگیرید، زباناتون آزاد نمونید که هر چیزی که بخواهد بگوید، در این صورت شما رحم کرده می شوید. و اشاره الی لسانی، پیغمبر صلی الله علیه و اشاره کرد به زبانش، یعنی پیش زبانتون بگیرید، پس برای شما رحمت است و برای شما رازگی الله خواهد آمد. این بود حدیث 924، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 925، و عن اسامه بن زید رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع الیه ابن ابنته و هو فی الموت. میگه که از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع الیه ابن ابنته، رفع الیه ابن ابنته، یعنی داده شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم
پیسری دخترش یعنی نبیره پیغمبر در دست پیغمبر دادن و هو فی الموت و در حالی که نبیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حالت جان دادن بود، در حالت مرگ بود. ففاضت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه جاری شد آب از دو چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشک از چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد. فقال له سعد، پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را سعد، ما هذا یا رسول الله، یعنی این چی است ای رسول الله؟ وقتی گریه پیغمبر را دید که اشک از چشمانش جاری شده است، پرسان شد که این چی است ای رسول الله؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هذه رحمتون، گفت این رحمت است، جعلها الله تعالی فی قلوب عباده، گفت الله سبحانه و تعالی گردانیده است یا شنانیده است و نهاده است این رحم را در دیل بندگانش. و انما یرحم الله من عباده الرحماء، و هر آینه رحم میکند الله سبحانه و تعالی از بندگانش رحم کنندگان را. یعنی که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشکان از چشمانش جاری شد، گفت این از رحم است، این از دلسوزی است که در دل بندگان این رحم هست، این دلسوزی در دل بندگان می باشد. یعنی هر بنده ای که رحم میکند الله سبحانه و تعالی اون بنده را رحم خواهد کرد. پس این گریه از سبب ناراضگی نیست، از سبب بیان کردن غضب نیست، بلکه رحم است که یا دلسوزی است که چشم آبش را بیرون کرد یا اشک چشم جاری شد. این حدیث 925 حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 926 و عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل على ابنه ابراهیم رضی الله عنه و هو یجود بنفسه. میگد که از انس رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل علی ابنه، یعنی در آمد نزد فرزندش ابراهیم رضی الله عنه و هو یجود بنفسه، و در حالی که ابراهیم رضی الله عنه پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالت جان دادن و در حالت جان تسلیم کردن بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین زمان میگه نزد فرزندش در آمد. فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم تذرفان، پس میگه شروع کرد دو چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تذرفان، یعنی جاری کردند آبشان را، یعنی از دو چشم رسول الله اشک جاری شد. فقال له عبدالرحمن ابن عوف، پس میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را عبدالرحمن ابن عوف، و انت یا رسول الله، گفت و تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی تو هم گریه میکنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال یا ابن عوف انها رحمه، گفت ای فرزند عوف، یعنی که ای عبدالرحمن ابن عوف، انها رحمه، هر آینه گفت این رحمت است، این رحمت و دلسوزی است. ثم اتبعها باخرى فقال، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بار دیگر اشکان چشمانش جاری شد. پس پیغمبر گفت که این العین تدمع، گفت هر آینه چشم گریه میکند، چشم گفت آباشه بیرون میکند و اشکان چشم جاری میشود. والقلب یحزن، و هر آینه گفت دل اندوهگین میشود، غمگین میشود. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و نمیگوییم مگر آن چیزی که راضی میکند پروردگارمان را، یعنی که
دل ما غمگین می شود وقتی عزیزمان از دست می دهیم، یا اشکان چشمامان جاری می شود وقتی که یک نزدیکمان را از دست می دهیم. پیغمبر گفت ما اما به زبان چیزی نمی گوییم مگر همون چیزهایی را بیان میکنیم که یرضی ربنا، یعنی که راضی میکند پروردگارمان را. سخنهای میگوییم که پروردگارمان راضی شود. و پیغمبر گفت که و انما بفراقک یا ابراهیم لمحزونون. و هر آینه گفت به جدا شوی تو ای ابراهیم ما حتما غمگین هستیم، ما حتما پر از غم هستیم ای ابراهیم. یعنی که فرزندش را پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دست داد، از این حساب آب چشمانش جاری شد و غمگین شد و این حتما رحمت است، از باب دلسوزی است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. و روا مسلم بعضه، و بعض این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست. این بود آخرین حدیث این باب، حدیث 926. در این حدیث ما شما خواندیم که پیستری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم. پس ابراهیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همسرهایی که داشتن از دو تاش فرزنددار شدگی هستند. یکی از خدیجه رضی الله عنها که 6 فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه است، یعنی 4 دختر و 2 پسرش. و فقط ابراهیم از ماریه قبطی می باشد. فقط ابراهیم از ماریه قبطی تولد شدگی هست، اما باقی ماندهش از حضرت خدیجه رضی الله عنها است. فقط ابراهیم از ماریه قبطی رضی الله عنها تولد شدگی هست. پس همین ماریه قبطی در حالت 1.5 سالگیش، یعنی وقتی وفات میکرد 1.5 ساله بود، 1 ساله و 6 ماهه بود که ابراهیم وفات کرد. اکنون در آخر این باب امام نووی میگوید و الاحادیث فی الباب کثیرة فی الصحیح مشهورة والله اعلم. حدیثا میگه در این باب، در باب گریه کردن بالای مرده، بسیار است و صحیح هستند و مشهور هستند، باز الله داناتر است. این باب به آخر رسید. باب نو، باب الکف عما یرا من المیت من مکروه. باب در مسئله خودداری از آن چیزایی که دیده می شود از مرده، از عیب و نقص و چیزهای ناخوبه، من مکروهین، از چیزهای ناخوبه در مرده دیده می شود. مثلا مرده شویا وقتی که مرده را می شویند یکون عیب و نقصان و یکون چیزهایی که می بینند باید خودداری کنند از گفتن اون چیزها در بین مردم، یعنی اون سر را باید فاش نکنند. در این باره امام نووی رحمه الله یک حدیث برامون میارد، حدیث 927 کتاب ریاض الصالحین. عن ابی رافع اسلم مولى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که از ابو رافع اسلم غلامی آزاد کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من غسل میتا فکتم علیه. پیغمبر گفت که هر کسی که غسل بدراند، مرده را بشوید، مرده را، فکتم علیه، پس بپوشاند بر آن مرده آن عیب و نقص و کمبودی که میبیند، پس اون را بپوشاند، پس اون را آشکار نکند در بین مردم. غفر الله له 40 مره، میبخشد الله تبارک و تعالی برای اون انسان، میگه 40 مراتبه. یعنی چقدر فضیلت دارد که انسان یگان عیب و کمبودی از مرده ببیند و
اون را آشکار نکند، اون را آشکار نکرده و سیر به خودش نگه بدارد، الله سبحانه و تعالی 40 مراتبه اون انسان را میبخشیده است. رواه الحاکم، این حدیث را امام حاکم روایت کرده و گفته است که صحیح علی شرط مسلمین، این حدیث صحیح است، با شرط مسلم موافقت میکند. پس این حدیث صحیح است. اما در اینجا چند مسئله ها را میخواهم کوتاه بیان بکنم و با همین درس امروزمون را به پایان برسانیم. یکم مسئله درباره اینه که وقتی که از مرده، اونهایی که برای شستن مرده، برای تغسیل میت میدرایند، کسانی که اونجا بیکار بدرایند و تماشا کرده بیستن، این جایز نیست. بعضی علما میگن حرام است، بعضی علما میگن مکروه است که انسان بدراید در بالای میت و قرار بیستد. این نااحترامی برای میت است. انسان وقتی که نزد میت میدراید، یا شویندهش باشد که بشوید میت را، یا یاردمچی های اون شوینده باشد. اون کسی که میشوید میت را یاردمچی هاش باشد. اما انسان بدراید خیل تماشا کرده بشیند، تماشا کرده بیستد، این جایز و درست نمی باشد. یکم مسئله. و مسئله دوم، از میت هر کسی که در نزد میت است چیزی میبیند از کمبودی، از عیب و نقصان، آشکار کردنش جایز نیست. حرام است که اون را آشکار بکند. اما چیزهای نیک ببیند، یعنی چیزهای بد چی؟ چیزهای بد مثلا میت یگان نقصی بدنی داشته است که هیچ که نمیدانست، پس این شوینده هاش آشکارش نکنن. یا بعضی انسان هایی وقتی که وفات میکنن تر و کبود میشوند، پس اون شوینده هاش باید این را بیان نکند که من این مرده را شستم، این کبود شده بود و این رنگ روش بیزیب شده بود و این بسیار ترسناک شده بود و این چیزها را باید نگوید، زیرا که در عیب و نقص میدراید و آشکار کردن این چیزها حرام است، ناجایز است. اما یک انسان مرده را بشوید در حالت ببیند که اون انسان بسیار نورانی شده است، یعنی حتی نگاه میکنی فکر میکنی خندیده ایستاده است، چنان یعنی که بزه بود، چنان نورانی شده است، این را بیان کردنش جایز است. بگوید که من فلان مرده را شستم، بسیار نورانی بود، انسان صالح بود، انسان پرهیزگار، این را گفتنش جایز است. اما عیب و نقص و کمبودی را گفتن جایز و درست نمی باشد. از مرده را آشکار کردنش جایز و درست نمی باشد. این از خلاصه مسائل در این باب. بعد از این باب آخر رسید، باب نومون، باب صلات علی المیت، باب در مسئله نماز بر بالای مرده، یعنی نماز جنازه و تشییعه، و تشییع جنازه، تشییع میت یعنی آماده کردن مرده برای جنازه و برای دفن کردن، و حضور دفنه، و همچنین حضور کردن در به خاک سپاری مرده، و کراهت اتباع النساء الجنائز، و مکروه بودن شرکت کردن زنها در تشییع جنازه. در جنازه مکروه است که زنها اشتراک بکنند. در این باب ان شاء الله، یا این باب را که امام نووی رحمه الله چند حدیث و چند مسائل برامون تقدیم میکند، این را درس آینده درس خواهیم کرد. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.